سوال داشتیم. شخصی که در بفرمایید. اعتکاف نیت نشستن کرد بعد از عصر، یعنی که تا برآمدی آفتاب روز در کار و مثلا شب فقط امکانیت هست که در اعتکاف بشینن. بعد همین خیلی نیت کردیم که آدم هایی که در مسجد نشستن اعتکاف با اونها خوراکی سحری بیاریم. آشخانه ای مسجد 1 کیلومتر دور است. مثلا ما حاضر عادی ای مسجد در وقت سحری برای آوردن خوراک اعتکاف ما به یگان خلل نمیرساند. یعنی کسی اعتکاف نشسته است باید از مسجد بیرون نبرد مگرم برای حاجتی انسان. اگر برای شما یگان کس طعام نبیارد، بله به نزدیکترین جای طعام رفته خوردن ممکن است، لیکن کوشش کنید کسانی که من اعتکاف میشین پگاه برادرها روزی 20 رمضان است در اکثری دولت ها. به هر حال پگاه 20 روزی رمضان است. بعد نماز عصر وقتی نماز شام میرسد الکی شب میدراید، شبی 21 میدراید. این شبی 20 است عینی حال، یعنی این شب آخرین شبی دهه دوم است. فردا بیگاهی بعد نماز عصر پیش از غروب آفتاب شخص اعتکاف شیننده باید به اعتکاف درآید. حال آفتاب ننشسته 5 دقیقه پیش از آفتاب ننشسته پیشتر درآیدم کفایه. حرکت کنید تا آفتاب ننشسته درآید، یعنی بین عصر و شام. با برابری گفتن اذان شام یعنی شب قدر جستجو شروع میشد. احتمال است که فردا شب قدر است و شب قدر خیلی که ما بارها در صحبت ما بیان کردیم در آخری رمضان است، در دهه آخر است. هر سال تنقل مییابد، یعنی این سال 22 و سال 21 سال آینده 29 نمیدانیم، غیب است. برای همین ما با وظیفه دار هستیم که 10 شب جستجو کنیم. و کسانی که اعتکاف نشستیان یا پگاه اعتکاف نشستنی هستند کوشش کنید مثلا خاصتا در حرمین یا در کدام گوشه و کنار دنیا باشید برادران، یگان کسی که اعتکاف ننشسته است همه وظیفه دار کنید برای طعام آوردن. خاصتا من 1 کیلومتر میگوید نروید برای 1 کیلومتر. ای مقصود اعتکاف ویران میشد 1 کیلومتر کتی. یا مثلا در همین حرم مکه وقتی مثلا بعد این نماز میبرید برای خیر قضای حاجت و مجبور طهارت، خیر در داخل حرم طهارت خانه تشکیل کردین طهارتی دستورو، یعنی برای قضای حاجت میبرید مجبور اینقدر نوبت میستید، نوبتتون بعد 1 ساعت میبیاد، یک طهارت خودش 1 ساعت زاید وقت میگیره. لیکن تمام میرید نوبت میستید و اعتکاف چی میشد؟ همین دیگه برادرایی که اعتکاف ننشستیان اقل اینقدر خدمت کنید. پولی خودتون خریده بید خیر، پولی خودتون خریده بید پولش گیرید و خودتون که میخرید یا یک نوبت ایستادید یا برای این برادر بهم خریده آورده تید تا اینکه اقل در همین اعتکافش ثواب شریک شوید. خلاصه در تمام گوشه کنار دنیا کسی اعتکاف نشستگی باشد برادرها، خواب بیگانه است خواب بگانه، همون اعتکاف شیننده گوید که من برای طعام بیارم، نه برای تو. خودتون که ننشستید همه اعتکاف شیننده و خدمت کنید تا نقله. خب بفرمایید سوال دیگرتون یا که سوالم تمام نشد. اعتکاف نشینیم باید با برزم این خینیتی چه آوازشون پست؟ آوازتون به نهایت پست. یا میکروفونتون محکم کرده بعد گپ زدید. ما نیت داریم در این اعتکاف نشینیم و باز برزم این ما نیت کردیم که یعنی که خیر هم کنیم بر همین اهل مسجد که در اعتکاف نشستن. بسیار کار خوب. همین اعتکاف شیننده ها و خیر کردنی هستید؟ بله ما خودمون نیت ما بود که در اعتکاف نشینیم و باز برزم این نیت کردیم که با خوراک تامین کنیم. مثلا 20 کس میشیند 15 کس در اعتکاف. بسیار کار خوب، بسیار کار خوب. در کدام اینجا در کدام گوشه کنار دنیا؟ در یک شهرهای روسیه. خانم یک برادری که اعتکاف ننشسته است همونو وکالتدار کنید. من این پول گیر برادر این 20 کسبه
бегоҳӣ ва ош биёр, фардо шӯрбо биёр, закаст кунед, фармоиш дид, ваям чӣ кор мекунад ё савоб мегирад, хоҳад оила гирад, хоҳад не. Шумо набуроед эътикоф.